حریف ضربه اول رد هر به چرخ در آمد. پرق 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 پرق. بگیر ایرانیت ها ضربه دوم برزو خواست بزنه، دل رستم یزدان پاک، شرف و عزت و حیثیت و ناموس و آب خاک ایرانی ها بسته به این یه ضربه. رسیدن برزو گفت بگیر ایرانی. خیلی سنگین سخت آخر. زیر دایره سپر مثل یه کوب یا دو سپرش. خب این قدرت بازوه که خم نمیشه. اگه خم بشه که هیچی دیگه کار تموم، نرم میشه. مرد و مرکب خورد میشن. بگیر. اسب فرامرز بنا کرد شیه کشیدن. فرامرز لچ آب شد، خیس آب، اما چشمش داره سیاهی میره، دنیا تو سرش داره میچرخه. این ستون زیر دانگره سپر. حالا چشم باز کرد، سپر انداخت زمین. برزو دید حریف دو ضربه رد کرد، بهش برخورد. میدونی چه کرد؟ اون گرز انداخت زمین، همچی کرد، خود و محکم کرد و برق تیغ از ظلمت غلاف کشید بیرون. حمله به فرامرز. فرامرز دید اگر برزو برسه جلوش با اسبش حقش کرده. همینطور که با عجله داشت می اومد، به دستش بادی تیغ و یهو به جوش آمد، بشد با خروش، بشد دست اسبش به سوراخ موش.